سلام عمه جان. سلام عزیزم. خوبی؟ خیلی ممنون. متشکرم. مامانت خوبه؟ بابات کجاست؟ خوبم، رفتن خرید. رفتن خرید؟ خوش اومدین، بفرمایید. معلومه که خوش اومدم. بفرمایید عمه جان. مرسی عمه جون. لیوانتون جدیده؟ نه داشتم اینا رو. با پول داداش من چرا نمیخرم؟ از خودتون پذیرایی کنید، الان برمیگردم. باشه عمه جان. خب عزیزم، قصد ازدواج نداری؟ نه عمه جان، من هنوز دارم درس میخونم. آفرین عمه، آفرین. الان مثلا دختر عمت ازدواج کرد، چی نصیبش شد؟ هیچ. شوهر پولدار که هر هفته میبرتش دبی، هر سری یه خونه تو لباسون، یه خونه جدید اجاره میکنن، طلا واسش میخره، آیفون آخرین مدل دستشه. الان مثلا چی نصیبش شد؟ اصلا شوهر به درد نمیخوره. اینم روز مادر واسم آورده. آره مرسی.